و به آنها فرمود: ای کسانی که ایمان به الله آوردید و پیروی رسول او هستید، از او بترسید و پس مانده معامله های ربایی را که پیشتر انجام داده اید ترک کنید، اگر شما مؤمنی حقیقی باشید. تفسیر ابن کثیر. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. و اگر از معامله ربایی دست نکشیدید، پس شما به مبارزه با الله و پیامبرش برخاسته اید. یعنی و این بیانگر عاجزی و قباحت بد ربا است که به جنگ با الله و پیامبرش فراخوانده است. یا در ترجمه دیگر: اگر ترک نکردید پس به جنگ